انسان باید الله سبحانه و تعالی را از همه چیز بیشتر دوست داشته باشد. این محبت حقیقی است. در سوره توبه آیه 24 است که الله سبحانه و تعالی میفرماید که قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضون أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي قوم الفاسقين. انسان باید پروردگار رو از پدرش، از مادرش، از فرزندانش، از قومش، از قبیلهش، از مالش، از تجارتش، از خانهش، از زندگیش، از قومش، از کشورش، از همه چیز بیشتر دوست داشته باشد. ببینید بعضیا رو میگید که الله سبحانه و تعالی انسان قوم پرست را دوست ندارد، اما این انسان میاد که والله وطن برای ما خط قرمز است، قوم برای ما خط قرمز است، خدا گفته باشه، پیغمبر گفته باشه، اما وطن است، قوم است. این انسان دروغ میگه، الله رو دوست ندارد. محبت الله باید بالاتر از محبت همه چیز باشد، همه کس و همه چیز. اگر این گونه انسان محبت الله سبحانه و تعالی در وجود خود قرار ندهد، الله سبحانه و تعالی عذابش را بالای این گونه انسان ها نازل میکنه. این در این آیه خیلی واضح میگه که منتظر باشید از جانب الله سبحانه و تعالی یک بلایی سر شما بیاید، چون که این گونه انسان هایی که قوم و قبیله و پدر و مادر و خیش و تجارت و مال و اموال و زندگی دنیا رو ترجیح بدهن به محبت الله سبحانه و تعالی، این انسان ها چی هستن؟ انسان های فاسق هستن. بله. خداوند میگه که ان الله لا یهدی القوم الفاسقین. چطور الله سبحانه و تعالی رو باید دوست داشت؟ قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی. بگو که اگر الله سبحانه و تعالی رو دوست دارید، از من محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم پیروی بکنید. پس وقتی به طرف میگی که فلان کار تو خلاف سنت است، بیادر چی کار داری؟ به تو شخصیت ما میرخم است، این مسئله شخصی است، به شما مربوط نیست. پس این انسان نه الله رو دوست دارد و نه پیامبر رو دوست دارد. چون اگر الله رو دوست می داشت، قل این کنتم تحبون الله فاتبعونی، اگر واقعا الله رو دوست دارید از رسول الله صلی الله علیه و سلم پیروی بکنید. چون پیروی از رسول الله صلی الله علیه و سلم نشان دهنده چی است؟ محبت الله سبحانه و تعالی و رسول الله صلی الله علیه و سلم است. واقعا اگر کسی الله سبحانه و تعالی رو دوست دارد، نباید مخالف اوامر، مخالف میل و مخالف آنچه که الله سبحانه و تعالی به او دستور داده است عمل بکنه.